السلام علیکم بینندگان گرامی. امروز همراه شما یک مثال خیلی شوق‌آور رو دیده می‌گراییم. این از مثال‌های امتحانی است برای صنف‌های 10 و 11. مثالی تریگونومتری. حساب کردن قیمت ifade تریگونومتری با یک شرط مخصوصی داده شده است. مثال خیلی شوق‌آور است، بنابراین همراه ما تا آخر ویدیو بمانید و فکر و ملاحظه‌های خود را در کامنت به ما نویسید. حتما برای دستگیری ما تلمچه لایک را پسند را پخش نمایید و به کانال ما آبونه شوید. رفتیم. حالا مثال را در اکران خود دیده ایستاده اید. قیمت ifade کتانگنس کوادراتی الفا جمع 2 تقسیم سینوس 2 الفا طرح تانگنس کوادراتی الفا را یابید اگر کتانگنس الفا طرح تانگنس الفا برابر 4 باشد. اکنون برای حل کردن این مثال ما دو چیز را اولا دانسته ما در کار. تانگنس کوادراتی الفا طرح کتانگنس کوادراتی الفا طرح تانگنس کوادراتی الفا را با استفاده از فرموله ضربی مختصر یعنی به ضرب کننده ها جدا می نماییم و سینوس 2 الفا را نیز با استفاده فرموله سینوس کنج دوچنده می کشاییم. آنگاه چی می شود؟ هر دوی این را فرق را اگر موافق فرموله ضربی مختصر به ضرب کننده ها جدا کنیم داریم کتانگنس الفا طرح تانگنس الفا ضربی کتانگنس الفا جمع تانگنس الفا جمع دو را می نویسیم صورت کسر را و مخرج را سینوس 2 الفا که شما آن را می دانید و برای کنج ها سینوس کنج یعنی فونکسی های تریگونومتری کنج دوچنده در روزنه معرفت ما ویدیو درسی علاهیده داریم و سیلک آن را من میگذارم، آن را در آمده بینید. یعنی سینوس 2 الفا به چی برابر است؟ 2 سینوس الفا کوسینوس الفا. نگاه کنید، دوها رو اختصار می نماییم و به جای کتانگنس الفا طرح تانگنس الفا قیمت آن 4 رو آورده میگذاریم و به جای کتانگنس الفا جمع تانگنس الفا قیمت های آنها را نیز میگذاریم. موافقی عینیت های تریگونومتری ما میدانیم که کتانگنس الفا برابر است به کوسینوس الفا تقسیم سینوس الفا و تانگنس الفا برابر است به سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا. اینک به جای این ifade 4 را میگذاریم 4 ضربی به جای کتانگنس الفا میگذاریم کوسینوس الفا تقسیم سینوس الفا پلوس به جای تانگنس الفا میگذاریم سینوس الفا تقسیم کوسینوس الفا و دوام ifade را می نویسیم چخیلی که هست 1 تقسیم سینوس الفا ضربی کوسینوس الفا. اینک ما درون کسر را ساده میکنیم. برای این مخرج عمومی داریم میدهیم به کوسینوس الفا به کسر اول و سینوس الفا ضرب کننده علاوگی به کسر دوم. پس می شود کوسینوس کوادرات الفا جمع سینوس کوادرات الفا در صورت کسر و این چیز خود این چیز سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا عینیت تریگونومتری سینوس کوادرات الفا جمع کوسینوس کوادرات الفا برابر 1 را می دهد. بینندگان گرامی، عینیت های تریگونومتری علاهیده درس هست، ویدیو درس در کانال روزنه معرفت است. یعنی آدرس سراغه آن را سیلکش را من در زیر شرح میگذارم، حتما در آمده بینید. اینک دوام میدهیم به جای این اگر قیمتی به صورت کسر 1 را دهیم و 4 را به 1 ضرب زنیم می شود 4 به نسبت مخرج عمومی ما سینوس الفا کوسینوس الفا پلوس 1 تقسیمی سینوس الفا کوسینوس الفا. داریم 4 و 1 را جمع میکنیم 5 مخرج عمومی ما سینوس الفا ضربی کوسینوس الفا. آمدیم اینجا یک بار توقف کردیم. اکنون چخیل دوام دهیم حالا که قیمت این چیز نامعلوم است. برای این ما این شرط دوم را که شرط را که در مثال داده شده بود باید که استفاده کنیم.
برای استفاده کردن چه خیل کار کردن ما ممکن؟ یکی از راه‌های آسان‌تر این است که همین ifade رو گیریم، یعنی کتانگنسی الفا طرح تانگنسی الفا رو که برابر 4 است و آن را به کوادرات برداریم. به کوادرات برداریم ما داریم کتانگنس کвадрати الفا طرح دوچنده 2 ضرب کتانگنسی الفا ضرب تانگنسی الفا جمع تانگنس کвадрати الفا برابر 16 و ما میدانیم که حاصل ضرب کتانگنسی الفا و تانگنسی الفا به 1 برابر است. همین طور هست. پس این قسم به 2 برابر است. 2 را به طرف دیگر میگذرانیم. آنگاه چی می شود؟ کتانگنس کвадрати الفا جمع تانگنس کвадрати الفا برابر 18، چون که مینوس 2 با علامت پلوس به این طرف می گذرد. دومی مسئله، دومی کار، ما عینیت های یک جمع کتانگنس کвадрати الفا برابر 1 تقسیم سینوس کвадрati الفا را می دانیم و این چونین عینیت تریگونومتری هست. یک جمع تانگنس کвадрati الفا که این به چی برابر است؟ 1 تقسیم کوسینوس کвадрati الفا. اینک ما به جای کتانگنس کвадрati الفا می توانیم 1 تقسیم سینوس کوادرات الفا مینوس 1 را آورده مانیم و به جای تانگنس کвадрati الفا ما میتونیم 1 تقسیم کوسینوس کвадрati الفا طرح 1 را آورده مانیم. اینک مینوس 1 و 1 مینوس 2 می شود و مینوس 2 را به طرف دیگری برابری گذرانیم اگر پلوس 2 20 می شود و این قسمی برابری ماند 1 تقسیم سینوس کوادرات الفا جمع 1 تقسیم کوسینوس کوادرات الفا برابری 20. اکنون باز اگر مخرج عمومی دهیم کوسینوس کوادرati الفا ضرب کننده علاوگی به کسر 1 سینوس کوادرati الفا ضرب کننده علاوگی به کسر 2 و حاصل جمع آنها به 1 برابر است. پس چه داریم؟ 1 تقسیم سینوسی الفا ضرب کوسینوسی الفا. هر دو اینا کوادرات دارد، اما کوادرات آنها رو من میتوانم این گونه نویسم. پس از اینجا 1 تقسیم سینوس الفا ضرب کوسینوس الفا برابری پلوس مینوس ریشه 20 یا که پلوس مینوس 2 ریشه 5. اینک قیمتی من این ifade آخرین را یافتم را که پلوس مینوس 2 ریشه 5 است آورده به جایش گذارم. من دارم انا این ifade برابر می شود به 5 تقسیم سینوس الفا کوسینوس الفا یا که 5 ضرب 1 تقسیم سینوس الفا ضرب کوسینوس الفا یا که 5 ضرب پلوس مینوس 2 ریشه از 5 یا که پلوس مینوس 10 ریشه از 5. بچه ها کدام وقت پلوس است کدام وقت مینوس است؟ از بس که سینوس و کوسینوس همان یک کنج است ما علامت سینوس و کوسینوس را در 4 1 ها میبینیم. سینوس دارد علامت های پلوس مینوس مینوس. کوسینوس دارد این علامت های سینوس. کوسینوس دارد علامت های پلوس مینوس مینوس پلوس. پس نگاه کنید در 4 1 یکم و سوم علامت های یخیله دارند. وقتی علامت های یخیله دارند اینجا ضرب می شود مثبت می شود. پس اینجا 2 ریشه 5 است و در 4 1 های دوم و چهارم که علامت هاشون چی است؟ گوناگون هست. علامت های آنها گوناگون است. علامت های آنها که گوناگون است منفی می شود. همین طریق جواب ifade به این ifade در صورت این شرط اجرا شدنش به 10 ریشه 5 برابر است. در 4 1 های 1 و 3 به مینوس 10 ریشه 5 برابر است. در 4 1 های 2 و 4. همین طریق جوابی مسئله چنین است. شما چی فکر دارید؟ فکرهای خود را حتما در کامنتاریا نویسید
و با ما فکرهای خود را در میان گذارید. آبونه شدن را به کانال ما فراموش نسازید دوستان و می توانید این ویدیو را به دیگر دوستان خود پدیلیتس روانه کنید.